گل سرخ باشین چهارراهی گل سرخ هستیم. ما تو میخوایم به طرف گل سرخ شهر کابل. دیگه هوای امروز کابل دوستان عزیز کلا بارانی سید تو باران میباره کم تو خوب سید. دیگه بریم پیش دوستان عزیز. از چهار حل میکنه چهارراهی بسیار بیربار است دوستان عزیز. از دیگه روزا که روزا قدر بیربار نمی داشته باشه. من که شدم روز بیربار است و میسانی که ما دیگه میگذاریم. البته دوستان عزیز یک چیز رو باشتون بگیم که نام اصلی کابل هست. میبینید یک پوهنتونه که زیبا و مقبول و دوستان عزیز البته نگفته نمون از زیبایی و مقبولیش اگر بگذاریم مقبول خب قدر فیشنی و برق‌گذاری هم نیست یا منجای جاده سبز هم. سلام و درود نثار همه شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتون به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز امروز در جاده گل سرخ باشین چهارراهی گل سرخ هستیم. ما تو میخوایم به طرف گل سرخ شهر کابل. دیگه هوای امروز کابل دوستان عزیز کلا بارانی سید تو باران میباره کم تو خوب سید. دیگه بریم پیش دوستان عزیز. از چهارراهی دیدن بکنیم و ما تو سلو و پیش بریم. دوستان نهایت گرامی و عزیز کابل که باران میباره دیگه یک تکه چی بگویم براتون تو ویژه میشه حقیق میگرده. یک قد زیبا میشه که آدم از قدم زدن و چکر زدن در کابل دیگه سیر نمیشه. واقعا یکی از جاهای زیبا باز همین سرکه که از تقریبا از کجا بگویم میتون دیگه شروع میشه این مستقیما میره این دوستان عزیز روبروی چهارراهی گل سرخ. از گل سرخ میره این طرف سرسبزی لبجر پروانسی گولایی پارک 500 فامیلی دیگه این طرف میره. بسیار یک جاده طولانی هست و این طرف هم دوستان عزیز این تا شارانه و شیرپور ادامه داره که با شیرپور قطع میشه. به خلاصه که سرک های بسیار بزرگ و مهم شهر کابل به حساب میره. یا دوستا میبینیم که خوب سیام تو بارانک هم باریده میره میده باران زیاد نیست دوستان عزیز میده میباره. همه که زمین تر میکنه و زیبا میسازه. باران دوستان عزیز از نعمت‌های الله متعال است. دیگه وقت باریدنش در بهار است اصل. خب حالا دیگه دوستان عزیز کاملا مثل بهار است و گرمتر است. از چند روز پیش کرده که بسیار سرد بود حالا گرم است اما چی نیست چی میگن سرد نیست و قدر اما گلاش کفه نکرده و درختها سبز نشده. به میخاطر دیگه و قدر باز به بهار نمیمانه. طرف دوستان از شفاخانه الحیات میبینیم که یکی از مجهزترین و بهترین شفاخانه‌های شهر کابل است که مراجعین زیاده هم داره البته و موترها رو کلا دوستان عزیز همون پیاده رو مسدود کردن و بند کردن و ما هم قاطشان هم سلو یا از راه باسکیل
مجبور هستیم که به پیش بریم. دوستان عزیز زمین آب گرفته، یکم بوتا بالا میکنید در پشت پای آدم گلولای میپره و شکل میکنه. چهارراهی مثال بیربار است دوستان عزیز، از دیگر روزا که دیگر روزا قدر بیربار نمی داشته باشه. من که شدم روز بیربار است و مثل نیک ما جا میگذاریم. البته دوستان عزیز یک چیز رو بسته میگیم که نام اصلی چهارراهی بست است. چهارراهی بست میگه، میشه بست سلولاره نام اصلیش. باز به خاطر که دم پهلوش یک دانه تالار عروسی به نام گل سرخ، مردم به نام تالار عروسی گل سرخ یادش میکنن. سرکم بگذاریم کم کم، شما هم چهارراهی را ببینیم. روزای بارانی و برفی دوستان عزیز، بعد از بچه ها میبرن باز اینا چی موتر میفروشن، برفپاک موتر. نوالای سرک سال هستن در هر شارعی. باز موتر که اگر برفپاکای درست کار نکنه، باز آدم هم اگر وقت نداشته باشه بر اصلیش خریداری بکنه، باز این سرک هستن همینجا برشون تبدیل میکنن. پاهنتون سلام دوستان عزیز، در بخش شهر کابل میبینیم که از پاهنتون‌های خصوصی و مشهور شهر کابل هست. میبینید یک پاهنتونک زیبا و مقبول و دوستان عزیز البته نگفته نمون از زیبایی و مقبولیش اگر بگذاریم، مقبول خب قدر فیشنی و برق‌گذاری هم نیست، یا جای جاده سبز هم نداره جایی که ما سلیم بشینه، یا شاید داشته باشه در داخلش طرف. خب به هر صورت یک از پاهنتون‌های با اعتماد کابل است، یعنی که استادان مسلکی داره، کادر علمی بسیار فنی و مسلکی دارن و یکی از با اعتبارترین پاهنتون‌های افغانستان به شمار میره. پاهنتون سلام. این طرف هم دوستان عزیز ذخیره آب میسازن، میگه آهنگری ها هست که چیزای که بادست همیشه یا چیزایی که مربوط به آهن بسیار ضخیم و فولادی نیست جورش میکنن و میسازن. دوستان عزیز انتهای جاده دیگه چهارراهی بعدیش البته میرسه به جاده مارکت شهر کابل. میگه که او باشه به ویدیو بعدی انشالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه دوستان عزیز، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.